салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 17 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. рӯзи 17 май дар Бадахшон ва атрофи он чӣ гузашт? ҳамла ба хабарнигорони радиои озодӣ баъди суҳбат бо Улфатхонум Маҳмадшоева. Азия плюс менбаъд аз инъикоси рӯйдодҳои Бадахшон худдорӣ мекунад. ایران و تاجیکستان در دوشنبه هواپیماهای بی‌سرنشین تولید میکنند. طالبان به 200 ماشین تاجیکستان اجازه گذشتن نمیدهند. یک زن میخواست پولهای قدیمه را از روسیه و تاجیکستان برد. هلاکت دوچرخه‌ران در زیر چرخ شکمن در راه جماعت زینب آباد. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 17 مای سال 2022 در مقایسه با شام شب 16 مای در شهر خورخ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان نسبتاً آرام گذشت. روز سه‌شنبه مرکز رویدادهای این منطقه به ناحیه روشن کوچید. بنا به خبرها روز 17 مای در مرکز روشن صدها نفر گردهمایی اعتراضی برپا کردند. رئیس ناحیه فروخ دادخدا به پیش اعتراضگران برآمد و از آنها خواست که خانه به خانه روند، ولی مردم گوش نداد و در میدان نزد پشت ایستادند. قریبی های شام یک گروه اعتراضگران برای اساسی که از روشن به سوی خورخ میبرد برآمدند و با ساختن زنجیر زنده مانع به سمت خورخ رفتن یک کاروان حربی شدند. مقامات رسما سر و صداهای برخاسته درباره به خورخ اعزام کردن نیروها و تکنیکای حربی علاوگی را تا حال تصدیق یا رد نکردند، ولی به گفته ساکنان در روشن آنها دست کم 4 ماشین پر از سرباز را دیدند که میخواست به طرف خورخ برود. روز 17 مای وضع در خود خورخ نسبتا آرام بود، ولی مکتب‌ها و باغچه‌های کودکانه و بسیاری از اداره‌های دولتی بسته بودند. اینترنت از شام 16 مای مسدود شده است و اکثر بانکمت‌ها هم کار نمی‌کنند. در کوچه‌های اساسی شهر از جمله در چهارراه‌های مرکزی، بالای پل‌ها و راه‌های اساسی حضور بیشتر نظامی‌ها به چشم می‌رسد که برای گذشتن برکات‌ها از چوب و سنگ روهای بین محله‌های مختلف خورخ را مسدود کردند. ساکنان محلی در محله‌های علاهیده به شکل گروهی جمع می شدند، ولی مثل شام 16 مای برای حرکت به طرف مرکز شهر یا به سوی محله برخورخ مرکز رویدادهای اخیر روز 17 مای تقریبا یک کوشش دیده نمی شد. درباره کدام مذاکرات بین مقامات و نوروزیان نیز خبر دسترس نشده است. خبرهای به دست می رسند که از دوشنبه وزیر انرژتیک تاجیکستان دلیر جمعه که زاده بدخشان است برای پیدا کردن راههای حل بحران کنونی به خورخ فرستادند. دلیر جمعه ماه نوامبر سال 2021 نیز برای حل بحران به خورخ فرستاده شده بود. روز 17 مای در دوشنبه بلافاصله بعد مصاحبه ها با فعال بدخشانی الفتخانم محمدشویه که مقامات او را برابری اعتراض اخیر عیبدار میکنند، افراد ناشناس به خبرنگاران دو رسانه امریکایی رادیوی آزادی و نستعش وریمیه مولا رجب یوسفی و انوشیروان اوریپوف حمله کردند. اداره آزیا پلیوس یکی از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان روز 17 مای در یک اظهارات ویژه گفت آزیا پلیوس مجبور است از نشر خبرهای مربوط به حوادثی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ می‌دهند خودداری کند. روز 17 مای یک گروه زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد بنای بوندستاگ پارلمان آلمان در شهر برلین گردهمایی کردند. بنا به خبرها زادگان بدخشان میخواهند در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو نیز اعتراض کنند. یادآور میشویم بعد اعتراض نیم سال پیش بدخشانی‌ها در مسکو، دو نماینده شناخته جمعیت زادگان بدخشان در روسیه امردین علاوشویف و چهارشنبه را از روسیه به دوشنبه استرداد کردند. در آنجا علاقه متناسباً به 18 و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. وضع در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورخ روزهای اخیر دیگر باره حساس شد. تظاهرگران شام 14 مای در محله برخورخ گرد هم آمده استعفای رهبران شهر و ولایت، آزاد کردن بدخشانی‌های در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن افراد گناهکار در قتل ساکنان بدخشان و برداشتن بلاک پست ها و قطع تعقیب زادگان پامی را طلب کردند. شام 16 مای سال 2022 در جریان کوشش پراکنده کردن اعتراضگران در شهر خورخ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان یک جوان 30 ساله کشته شده است. گفته می شود ضمیر نظرشویف
سال تولدش 1992 ساکن محله گولکن از تیر سلاح آتشفشان جان باخته است. منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خاروغ درباره جراحت برداشتن دست کم 6 تن دیگر از اعتراضگران خبر میدهند. گفته می شود نزدیکی شام 16 می نیروهای امنیتی در موضع چینک با استفاده از سلاح یک ازدحام بزرگ اعتراضگران را که از محله برخاروغ به سمت میدان اسماعیل سامانی به مرکز شهر رسپور بودند از راه گردانیدند. به گفته ساکنان به ضد اعتراضگران از تیرهای رزینی و گاز اشک‌آور استفاده بردند. مقامات تا حال حادثه‌های اخیر خاروغ را شرح ندادند. به این حال ساکنان میگویند در سراسر خاروغ دسترسی به اینترنت را دیگر باره قطع کردند و در شهر پاسگاه‌های زیاد گذاشتند که هر کدامش با سنگرهای سنگین تقویت داده شدند. در پاسگاه‌ها همچنین خیمه‌ها گذاشته شدند. ساکنان خاروغ میگویند اعتراضگران زیاد در گوشه‌های گوناگون شهر در کوچه‌ها جمع شده و راه‌های رفتن به مرکز شهر یا به محله برخاروغ را میجویند. بنا به خبر تصدیق نشده اعتراضگران راه استراتژی دوشنبه کلوب خاروغ کلمه را در قسمتی که از محله برخاروغ میگذرد مسدود کردند. مقامات حفظ حقوق ولایت مختار کوهستان بدخشان از پیش به ساکنان این ولایت هشدار دادند که هر نوع کوشش ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله میتینگ و راهپیمایی به طور شدید پیشگیری کرده خواهد شد. شخصان ناشناس به خبرنگاران رادیوی آزادی و تلویزیون نستیاش وریمیا در دوشنبه حمله کرده دستگاه نوارگیری و تلفن‌هایشان را کشیده گرفتند. حادثه روز 7 می پس از آن روی داد که خبرنگاران برای گرفتن شرح الفت خانم محمدشاه و یکی از فعالان جامعه مدنی ولایت مختار کوهستان بدخشان به خانه‌اش در پایتخت رفتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 7 می او را در قطار محمد باقر و علیم شیرزمانوف به تشکیل اعتراضهای 16 می در خاروغ که در نتیجه یک نفر کشته و چند کس دیگر زخمی شدند عیبدار کرد. مولا رجب یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی که زیر ضرب العت قرار گرفت میگوید حمله‌وران نگفتند که کی هستند و چی میخواهند، اما ژورنالیستان را خوب میشناختند و هدفمندانه دوربین و تلفن‌ها را میخواستند. امروز ساعت 14 به منزل الفت خانم محمدشاه و رفته 100 متر دورتر از خانه‌اش صحبت کردیم. وقتی او برگشت و ما به نزد ماشین رسیدیم 2 نفر آمده من و نواربردار را زدند و فقط میگفتند تلفن و کامera را دهید. 2-3 مشت زدند، تلفن و جزدان را گرفتند، پولها را گردانده چیزهای دیگر را با خود بردند. نقل کرد خبرنگار آزادی. انوشیروان عارفی خبرنگار تلویزیون نستیاش وریمیا میگوید حین حادثه با او و نواربردارش روی داد دقیقاً در زمانی که برای ثبت صحبت الفت خانم محمدشاه و به خانه‌اش رفته بودند. در عموم به اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی و نستیاش وریمیا از آنها 5 تلفن و یک دستگاه نوارگیری را کشیده گرفتند. به قول انوشیروان عارفوف حمله‌وران گفتند خبرنگاران دستگاه‌ها را دیرتر خواهند گرفت، اما نگفتند که کی و از کجا. الفت خانم محمدشاه و یکی از فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان که مقامات او را به تشکیل اعتراضات در خاروغ عیبدار دانستند روز 7 می اتهامات را بی‌پایه دانست. او در اظهارات کوتاهی در فیسبوک نوشت حامی حقوق و روزنامه‌نگار مستقل است و افزود بجز از وجدان پاک و دلسوزی نسبت به مردم کوچک خود پامیری‌ها گفتنی دیگر ندارم. در حادثه 16 می در خاروغ به اطلاع رسمی یک ساکن محلی کشته و 3 افسر پلیس زخمی شدند. ساکنان میگویند از حساب مردم عادی نیز چند نفر مجروح شدند ولی مقامات آنها را نام نبردند. ناآرامی پس از آن سر زد که یک گروه از اعتراضگران بعد اجرا نشدن طلب‌هایشان از سوی مقامات از محله برخاروغ به مرکز شهر خاروغ را سپار بودند. آنها را در محله چینک با صف نیروهای انتظامی روبرو گشتند. در این حادثه از گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی استفاده شده است. اداره آزیا پلیوس یکی از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان روز 17 می سال 2022 در یک اظهارات ویژه در مورد وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت آزیا پلیوس مجبور است از نشر خبرهای مربوط به حوادثی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ می‌دهد خودداری کند. متاسفانه ما نمی‌توانیم این حوادث را به طور کامل انعکاس کنیم زیرا به ما خطر بسته شوی تهدید می‌کند. قبل از این آزیا پلیوس آگاهنامه رسمی پروکراتور گنرالی و آگاهی غیر رسمی از نهادهای دیگر را در مورد آن دریافت کرده بود که اداره ما حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان را
یک جانبه انعکاس میکند و وضع کشوران ناآرام میسازد. بعض پلوس دستور شده بود که کمبودی ها برطرف کرده شوند، در غیر صورت اداره ما را خطر بستن تهدید میکند. با در نظر گرفتن این دلیل اداره ما تصمیم گرفت از انعکاس و پوشش حوادث در ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کند. از همه خوانندگان خود عذر میخواهیم. گفته می شود در اظهارات از پلیوس وضع در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورخ روزهای اخیر دیگر باره حساس شد. تظاهرگران شام 14 می در محله برخورخ گرد آمده استعفای رهبران شهر و ولایت، آزاد کردن بدخشانی های در رابطه با اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن افراد گناهکار در قتل ساکنان بدخشان، برداشتن بلاک پست ها و قطع تعقیب زادگان پامیر را طلب کردند. شام 16 می در نتیجه زدوخوردها بین اعتراضگران و نیروهای امنیتی در خورخ یک جوان از محله شیرینشو شاتمور یا گولکین کشته شده، دست کم 6 تن دیگر از تظاهرگران جراحت برداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت شام 16 می در جریان حمله مسلحانه به بنای دادگاه ولایتی در شهر خورخ بر اثر ترکش نورینجک، معاون اول سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، پلکوونیک میلیسیا مبارک شاهزاده غیرتشاه، کارمند شعبه اپراتیوی ریاست وزارت کارهای داخلی کاپیتان قبیشف شورت و کماندیر وزواد تعیینات مخصوص قسم حربی 3503 وزارت کارهای داخلی لیتنانت کلان فیض‌الله زاده ابوبکر نیز جراحت برداشتند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران جنرال مایور محمد حسین باقری و جنرال پلکوونیک شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان روز سه‌شنبه 17 می سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان کارخانه مشترک تولید هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی تمغه ابابیل 2 را افتتاح کردند. جنرال باقر در سخنرانی خود در مراسم افتتاح این کارخانه گفت ایران توانست در همه سازات نظامی و دفاع به ویژه در تولید هواپیماهای بی‌سرنشین به رشد چشمگیر دست بیابد. امروز ما در موقعی هستیم که بجز از تأمین نیازهای داخلی می توانیم به کشورهای همپیمان و دوست تجهیزات نظامی صادر کنیم، گفت سرلشکر ارتش ایران. جنرال باقری افتتاح کارخانه ابیل 2 در تاجیکستان را یک نقطه عطف در راه رشد همکاری‌های نظامی دو کشور نامید و گفت انشالله در آینده شاهد همکاری‌های بازم بیشتر نظامی میان ایران و تاجیکستان خواهیم شد. در انجام مراسم به جانب تاجیکستان کلید رمزی کارخانه تولید هواپیماهای بی‌سرنشین سپرده شد. جانب تاجیکستان درباره سفر جنرال باقری تا کنون خبری رسمی نشر نکرده است، ولی رسانه‌های ایرانی خبر دادند که رئیس ستاد کل ارتش ایران که روز 16 می وارد دوشنبه شد، همچنان با سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز ملاقات و مسائل همکاری‌ها در رشته‌های امنیت و مرزها را بررسی کرده است. بنا به اطلاع جانب ایران، تقویت توانمندی‌های دفاعی و نظامی به منظور افزایش‌های همکاری‌ها در مرزهای مشترک و مسائل و تحولات منطقه و افغانستان از مهمترین موضوعهای این گفتگوها بود. جانب‌ها بر ادامه همکاری‌ها، مشورت‌ها و ملاقات‌های مخصوص عاید به مسائل‌های منطقوی و متقابله تاکید کردند. در سال‌های اخیر سرلشکر باقری بلندپایه‌ترین مقام حربی ایران است که از تاجیکستان بازدید می‌کند. تقریباً 200 ماشین باربردار و ده‌ها راننده از تاجیکستان در خاک افغانستان بند ماندند. طالبان به آنها اجازت نمیدهند که از شیرخان بندر به طرف افغانستان طریق گذرگاه 5 پایان وارد تاجیکستان شوند. در دوشنبه وضعیت را شرح نمیدهند. سخنگوی طالبان گفت مسئله به همکاری تاجیکستان و افغانستان پیوند دارد. دلشاد یکی از رانندگان بندمانده تاجیک به رادیو آزادی گفت به آنها 8 می اجازت ندادند که ماشین‌هایشان را به تاجیکستان گذرانند. یک روز پیش از این 7 می از حدود ناحیه خواجه غار افغانستان به سوی یک دیدبانگاه مرزی در حدود ناحیه 5 7 موشک سر داده بودند. مقامات تاجیکستان آنها را تیرهای تصادفی نامیدند. آن روز فکر کردیم که شاید به خاطر چاره‌های امنیتی موقتا راه را بستند. ما را جواب دادند ولی ماشین‌هایمان را نگذاشتند.
ما به تاجیکستان رفتیم و پس از 4-5 روز قریب 50 نفر دوباره به افغانستان برگشتیم. حالا نه ما را و نه ماشین‌هایمان را گذاشتن نمی‌مانند. 1 هفته شد که در داخل ماشین‌ها خوابیم و به هیچ جا رفتن نمی‌توانیم، گفت دلشاد روز 16 می. خدمات گمرک تاجیکستان درباره بسته شدن گذرگاه 5 پایان رسما خبر نداده است. تنها یک مسئول اداره گمرک در ختلان آخر هفته گذشته خبر موقتا بسته شدن گذرگاه را تصدیق کرد. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حادثه را تصدیق کرد و روز 7 مارس به رادیوی آزادی گفت همان گونه که آنها به کسی اجازت نمیگن از افغانستان به آن سوی مرز، ما هم به کسی اجازت رفتن به آن سو را نخواهیم داد تا هنگامی که یک تفاوق به دست نآید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود، در سطح وزارت کارهای خارجه دو کشور تفاهم صورت نگیرد. به مقام‌های محلی در شیرخان بندر گفته شده است که دروازه را بندند و از آن سو اجازت ورود به کسی را ندهند. طالبان ماه اوگوست سال 2021 دیگر باره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. تاجیکستان از آن زمان تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با آنها هیچ همکاری ندارند، برعکس تشکیل حکومت فراگیر را با جایگاه شایسته به تاجیکان تقاضا دارند. ولی به نظر می رسد حمله موشکی از خاک افغانستان به تاجیکستان مناسبت مقامات تاجیک را با طالبان پیچیده تر کرده است. این حمله را شاخه خراسان گروه تندرو دولتی اسلامی یا داعش به دوش گرفت. بعضی از کارشناسان بر این نظرند که این عمل احتمال به خواست طالبان و برای فشار به حکومت کشورهای همسایه انجام داده شده است. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. شعبه رابطه با جامعه ریاست باجخانه و گمرک منطقه سیبیر روسیه روز 7 ماه سال 2022 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچو و شهر نوسیبیرسک از یک کوشش از روسیه برآوردن پولهای قدیمه پیشگیری کردند. بنا به این منبع کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچو و هنگام تفتیش بغاج مسافران پرواز نوسیبیرسک دوشنبه 2 پول قدیمه دوران امپریای پادشاهی روسیه، یک پول ارزش نمینالیش 1 روبل برآوردش سال 1898 و یک پول ارزش نمینالیش 3 روبل برآوردش 1905 را پیدا کردند. گفته می شود این پولهای قدیمه را یک زن 53 ساله شهروند تاجیکستان میخواست بدون اعلامیه گمرکی با خود برد. این زن به کارمندان باجخانه گفته است که این پولهای دوران روسیه پادشاهی به وی میراث ماندند. تشخیص پولهای مصادره شده بعدا نشان داد که این 2 پول بیش از 1 عصر پیش بین سالهای 1912 و 1917 برآورده شده مالهای دارای ارزش تاریخی شامل می شوند و از قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا و روسیه بیرون بردن چنین مالهای تاریخی باید طبق ترتیب مخصوص و با اجازه مقامات صورت بگیرد. پولهای تاریخی را تا صدور قرار دادگاه مصادره کرده نسبت به زن تاجیکستانی بر اساس 2 ماده کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه نادرست اعلامیه کردن مالها و رعایت نکردن محدودیت‌ها در راه بیرون برآوردن مالها 2 پرونده مأموری کشادند. به او جریمه هنگفت و مصادره پولهای قدیمش تهدید می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 15 ماه سال 2022 تخمیناً ساعت 19:30 راننده ماشین بارکش تمغه شکمن گل فیروز سال تولدش 1993 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه ماشینگرد جماعت دیهات زینب آباد ناحیه رودکی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران سفرف اکرم سال تولدش 1990 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران سفرف جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. در روزهای آخر این الکی دومین خبر صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان است که وزارت کارهای داخله نشر می‌کند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ شماره صدمه‌ها پرخطر شمرده می‌شوند. بنا به آمار رسمی سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه شهر نو با عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر ترسونزاده مراجعت نموده است که ماه سال 2020 مرد 50 ساله ساکن شهر مذکور با راه فریب به باوریش در آمده از او 1 عدد автомاشین تمغه BMW X6 و 2 عدد автомاشین تمغه خوندای صنعت
در عموم $30,000 امریکایی نرخگذاری کرده گرفته автомашина ҳоро фурӯхта маблағҳояшро то ҳол барнагардонида аст. аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар шаҳри хоҷанд бо аризаи зани 47-солаи сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров муроҷиат намудааст ки 19 апрели соли 2022 тахминан соати 04:00 шахсони номаълум бо роҳи пинҳонӣ ба хонаи истиқоматиаш даромада аз он ҷо 2 адад телефони мобилии тамғаи iPhone 11 Pro Max ва ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб шудааст. зарари расонидашуда 54900 сомонро ташкил медиҳад. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милисия марди 27-солаи сокини ноҳияи Восе ки пеш бо моддаҳои 32 қисми 3, 138 қисми 1, 139 қисми 1 ва 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. Сарвинос Сафарова, раҳбари созмони хайрияи Баҳори кӯдакон, субҳи 7 май ба пойгоҳи хабарии Бомдод хабар дод ки духтари 13-солааш Шафоат хушбахтона ёфт шудааст. Шафоат ки маъюб асту бо мушкилӣ суҳбат мекунад, нимаи дуюми рӯзи 16 май аз хонааш дар маҳаллаи Зарафшони шаҳри Душанбе ба кӯча баромада бедарак шуда буд. Сарвинос Сафарова ба Бомдод гуфт нашри хабари гум шудани фарзандаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои ёфтани ӯ кӯмак кардааст. субҳи барвақти 7 май як зан занг зада гуфт ки эълонро дар фейсбук хондам, ташвиш нашавед, фарзанда дар хонаи мост, васияту саломат аст. ончунон аз ин хабар шод шудам ки ногуфтанист, нақл кард Сарвинос Сафарова. ӯ гуфт мехоҳад ба кулли ҳамватанони азиз ки дар ҷустуҷӯи Шафоат бетараф набуданд изҳори миннатдорӣ кунад. пеши даргоҳи Аллоҳи меҳрубон дуо мекунам ки дар умру ҷонатон баракати ҳарду дунёро пайдо кунед, гуфт ин модари аз ёфт шудани фарзандаш хеле хушҳол. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.